خب از اینجا وارد میشیم به محلی که حضرت اینجا زندانی بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیر بالک. چه عمقی داره تا پایین. ستول باب در بسته است. در بسته است. امام اینجا محل عبادتش بوده و زندانی بوده. البته اون وریه مسیح، اون در دومی که داره میبینیم اون ور سمت چپ دوباره راهی داره، یک فضای بسیار تاریک و فکر کنم پنجره چیزی هم نداشته که حتی حضرت متوجه نشه که الان صبح، ظهر یا شبه. یک فضای نمناک تاریک. حالا الان نور داره و اینا، قبلا ما اومده بودیم خیلی اینجا تاریک و وحشتناک بود. یه حفره کوچیکی هم کف زمین بود که اونجا آب رد میشد حضرت بتونه وضو بگیره. حالا الان دیگه لامپ و نور و اینا زدن و اونجا رو بستن. دقیقاً اون در روبرویی که دارید میبینید سمت چپش محلی بوده که حضرت زندانی بوده. حالا اینورم بریم ببینیم. از اینجا هم فکر کنم اینجاست. بیت از اینجا راه داره. آره این دقیقاً همون جایی که گفتم حضرت اینجا نگهداری میشده توی این فضا و اینجا کاملا تاریک بوده. اینم دقیقاً همون چاهیه که صحبت کردم، گفتم که از اینجا آب رد میشده و حضرت اینجا وضو میگرفتن و خب یه فضای کاملا نمناک و بدون هیچ در و پنجره‌ای بوده. الان میبینید حالا یه سری فضاها باز شده و لامپ و در و پنجره و اینا. بعد حالا اون در واقع تونل های زیرزمینی اینجا هم خیلی تونل های مخیفی بود. البته حالا من یه قولی هم شنیدم که اینجا پر از آب بوده ظاهراً که برای استحمام هم در واقع زندانی ها ازش استفاده می شده. اینجا پر از آب بوده، اینو همینجا استحمام میکردن. حالا چقدر این درسته نمیدونم.